أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول بزرگوار اسلام محمد رسول الله چنین می‌فرماید: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رسول بزرگوار اسلام محمد رسول الله در این سخن مبارکش و در این سخن پرمضمون و پرمعنایش می‌فرمایند تمام شما به جنت می‌روید. کلکم، هر یکی از شما، چه مرد باشید و چه زن، چه کلانسال و چه خردسال، و چه باسواد باشد و چه بیسواد، و چی ثروتمند و بای باشید و چی کمبغل و نادار، هر یکی از شما وارد جنت می شوید. یدخل الجنت، پس از مرگ روح شما به جنت می رود و روز قیامت با روح و بدن خود به جنت داخل می شوید. زیرا اینکه جنت جای نیکان و پرهیزگاران است و دارالسلام جای سلامتی است، جای نیکبختان است و جای کسی است که در این دنیا تقوا دارد. جنت را دارالمتقین میگویند به خاطر آنکه کسانی که در آنجا زندگی میکنند اونها اهل تقوا هستند و اونها اهل ایمان هستند و اونها اهل نیککاران هستند. الا من ابا، رسول الله گفتند مگر کسی که روی بگرداند، مگر کسی که از وارد شدن جنت روی بگرداند و نخواهد وارد شدن جنت را. قال و من یأبی یا رسول الله، صحابه پرسان شدند، گفتند ای پیامبر خدا، چی کسی از جنت روی میگرداند؟ آیا کسی هست که از وارد شدن جنت روی بگرداند؟ رسول الله چه گفتند؟ رسول بزرگوار فرمودند من اطاعنی دخل الجنه، هر کسی اطاعتی مرا بکند و هر کسی پیروی مرا بکند پس اون انسان وارد جنت می شود. پس اون انسان داخل جنتی پرناز و نعمت می شود. برای اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علم لازم است و تعلیمات لازم است که ما و شما بدانیم که کدام کار را رسول بزرگوار اسلام محمد رسول الله کرده است و کدام کار را پیشوای بزرگ ما و شما محمد رسول الله نکرده است. برای این علم لازم است و تعلیمات لازم است و ضرور است برای هر یک ما و شما مسلمان که بدانیم رسول بزرگوار چی کار را کردگی است تا اینکه پیرو اون رسول بزرگوار باشیم، تا اینکه اطاعت اون را ما و شما بجا آریم. و اطاعت رسول الله سبب وارد شدن جنت می گردد. انسانی که اطاعت رسول الله را می کند و انسانی که پیرو رسول بزرگوار هست، پس او انسان با سبب اطاعت کردش با سبب
پیرو محمد و رسول الله بودنش وارد جنت می شود. باز اطاعت رسول بزرگوار سبب رازگی الله ذوالجلال می شود که خدا خود می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله ذوالجلال می گوید ای محمد و رسول الله بگو برای مردم، برای کسانی که صدا بلند می کند که ما خدا را دوست می داریم و ما دوست خدا هستیم، برای اونها بگو که قل ان کنتم تحبون الله، اگر که شما خدا را دوست بدارید، اگر که شما دوست خدا باشید، فاتبعونی، پس من پیامبر را شما اطاعت کنید. الله میگوید برای کسانی که دم از دوستی میزنند که ما خدا را دوست میداریم، اونها را بگو که اگر که شما خدا را دوست بدارید پس محمد و رسول الله را پیروی کنید، پیرو محمد و رسول الله باشید. یحببکم الله، با سببی پیرو محمد و رسول الله شدن الله شما را دوست می‌دارد. سبب دوست داشتن الله می‌گردید برای پیروی محمد و رسول الله. پس دوستان عزیز، پیرو این رسول بزرگوار شوید تا اینکه وارد جنت پرناز و نعمت گردید، تا اینکه وارد مکانی بزرگ با نام جنت، با نام مکان پرناز و نعمت گردید. رسول الله میگوید و من عصانی فقد ابى، و کسی که نافرمانی مرا بکند در حقیقت او انسان از جنت روی گردانیده است. پس دوستان عزیز، نافرمانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سبب وارد شدن دوزخ می گردد که ما و شما با نافرمانی رسول الله از محبت الله محروم می گردیم و ما و شما با سبب اطاعت نکردن رسول بزرگوار از جنت پرناز و نعمت محروم می گردیم. پس دوستان عزیز، اطاعت این رسول بزرگوار را کنید و نافرمانی این محمد و رسول الله محبوب الله ذوالجلال را نکنید، زیرا اینکه نافرمانی این دوست خدا سبب وارد شدن دوزخ میگردد که الله ذوالجلال شما را وارد دوزخ میگرداند. پس دوستان عزیز، این قاعده بزرگ است که هر انسان میخواهد وارد جنت شود و هر انسانی که میخواهد وارد مکان پرناز و نعمت گردد، پس بیاید، پس آماده باشد برای اطاعت رسول الله، برای پیرو شدن رسول الله، پیروی حقیقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگردد تا اینکه وارد جنت شود. و نافرمانی رسول بزرگوار را نکنید، زیرا اینکه سبب محرومیت و سبب دور شدن از جنت پرناز و نعمت می گردید و سبب وارد شدن دوزخ می شوید، زیرا اینکه نافرمانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نفس را پلید و آلوده می سازد و هرگاه نفس آلوده شد و هرگاه نفس پلید شد شایسته وارد شدن به جنت نیست، زیرا اینکه خدا میگوید قد افلح من زکاها، به تحقیق رستگار شد آن کسی که خود را تزکیه کرد و خود را آلوده نکرد و خود را پلیدی
نافرمانی نکرد بلکه اطاعت کرد و رستگار و نجات یافت از دوزخ و داخل جنت شد. زیرا اینکه این پیروی محمد و رسول الله ما و شما را وارد جنت می کند و نافرمانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به معنی ترک دستورات و فرمان آن رسول بزرگوار است که رسول الله ما و شما را به کار دستور داده است، به کار ما و شما را فرمان داده است که انجام بدهیم، از آن دور می باشیم و به اون عمل نمی کنیم. این نافرمانی رسول بزرگوار است و این روی گردانیدن از جنت است. پس دوستان عزیز، پیرو محمد و رسول الله گردید. پس دوستان عزیز، پیرو این مرد بزرگ فرستاده خدا محمد رسول الله گردید تا اینکه صاحب جنت شوید، تا اینکه محبوب الله گردید، تا اینکه از دوزخ دور گردید. این قاعده بزرگ را دوستان عزیز فراموش نکنید و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.